سلام، امروز اومدیم برای عکاسی از مراسم تکنگردانی در محوطه موزه رخشوخانه زنجان. مراسم تکنگردانی این روزها به مناسبت عید نوروز در بیشتر شهرهای آذری زبان برگزار می‌شود و در ادامه شما رو دعوت میکنم به دیدن چند تا از عکس‌هایی که در محوطه موزه مردم شناسی رخشوخانه زنجان از مراسم تکنگردانی گرفتم.